استرالیا خیلی خوبه. مردم صریح هستن و هیچ تبعیضی وجود نداره. همه افراد با همدیگه برابرند. وقتی صبح بیدار میشی فرصتهای بیشماری وجود دارند. من احساس شادی میکنم. اینجا کشوری برای همه است. I'm reading English. I am writing English. I went to TAFE today. They teaching me how can I write. امنیت خوبی تو استرالیا وجود داره. هیچ کس مزاحم شما نمیشه. مردم همون کاری رو که قرار هست انجام بدن انجام میدند. من و همسرم میخوایم کار کنیم. به ما تو استرالیا احترام گذاشته میشه و از ما مراقبت به عمل میاد. اگه من و همسرم کار بگیریم زندگی حتی بهترم میشه. ما در استرالیا راحت و فارغ از ترس هستیم. ما دیگه نگران بچه هامون نیستیم. ما از مددکارانمون ممنونیم. ما شادیم. استرالیا به حقوق زنها احترام میذاره و بهتر از عراقه. زنها در اینجا حقوق دارن. زنها آزادن و میتونن آزادانه کار کنن. در عراق ما نمیتونستیم کار کنیم. زنان این حق رو نداشتن. اینجا برای زنها و بچه ها بهتره. استرالیا خیلی دلپذیره. من نون میپزم و دلمه برای بچه‌ام درست میکنم. من کنار خانوادم خیلی خوشحالم. من دوست دارم آشپزی کنم، اما آشپزی همسرم بهتر از منه. ما از آشپزی کردن لذت میبریم. ما زیاد نوشیدنی و غذا میخوریم. ما از بودن تو استرالیا لذت میبریم. ما تو اینجا خیلی راحت هستیم. من هفته یه بار کوتلیک، بریانی، دانگورد، نخود، عدس و خیلی چیزهای دیگه میپزم. مردم در اینجا آرومن و ما هم در اینجا راحتیم و از چیزی نمیترسیم. بچه‌هامون به مدرسه میرن و ما همه احساس میکنیم که در خونه خودمون هستیم. من حالا خیلی خوشحالم وقتی یک نفر رو تو خیابون میبینم که خوشحاله. وقتی میبینم یه نفر میخنده، لبخند میزنه و به ما خوش آمد میگه. این من رو خیلی خوشحال میکنه که این کلمات رو تو خیابون بشنوم. Call her Cinderella.